مستر بیس باز هم قایم موشک گذاشته. $60,000 قبلی $50,000 بود که لینکش تو دیسکریپشن بعد این ویدیو برین ببینین. اینو $60,000 جایزه گذاشته. هر کی فکر کنم آخرین نفر اگر مثل ویدیو قبلی باشه هر کس آخرین نفر پیدا بشه $60,000 رو میبره. این قایم موشک واقعا خفنه. کسی که آخر از همه پیدا بشه 60,000 تا کاسه میره. و این بار یه شهر متروکه با 10 ها ساختمون. اوه شهر متروکه این جدیده، قبلی توی چیز بود با هزاران مخفیگاه. این بار قایم شدن واقعا ساده است و 20 دقیقه بیشتر وقت نیست. باشه. آخرین نفر 60,000 تا کاسبه و فیلمبرداری فراموش نشه. چندلر تو برنده باش. باشه خدافظ. آخرین نفر شو که بتونی. به اونجا نرو که. این جای خوبی نرفتی ها. به قرآن توی ویدیو قبلی هم بدترین جا رفت قایم شده بود. اصلا این اسکول مسکوله بکنم. کدی جدیده. حالا بریم بخوابیم. دارم مخفی میشم. باید برم دستشویی. نمیخوام مثل رفقاب بشه. من نمیخوام دروغ بگم، واقعا از راه رفتن خستم. 1 دقیقه مانده. او خدای من 1 دقیقه مونده. الان چه گلی به سرمون بگیریم؟ 1 دقیقه؟ شوخی کردم. دیگه اینطور منو نترسون. 12 دقیقه مونده پدر سوخته. امروز دیگه روز چندلره، پس باید چندلر برنده بشه و اگه برنده نشه تو گی. فکر کنم یکی از لینکین گی شد همین بود، خود چندلر بود. اگه اول منو پیدا کنی واقعا ناامید میشم. چقدر پول اینجاست. در واقع برنده میتونه یه ماشین بخره. به نظرم سوراخ خوبیه، فکر کنم بتونم توش قایم بشم. شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون برای بکا خوبه؟ الان دیگه 1 دقیقه مونده ولی آلبرت گفته زمان مهم نیستش. نسبیت باریکلا. نه من هنوز نتونستم مخفیگامو پیدا کنم. این واقعا ترسناکه. من این چیز وحشتناکو پیدا کردم که اگه اینطوری ببندمش کاملا ناشناسه. خیلی وحشتناکه. تموم شد، ما دیگه اومدیم. حاجی خیلی بزرگه، خدا رو که مکان محدودی گذاشتیم واسه قایم شدنشون. این مکان به معنای کلمه واقعا متروک است و ترسناک. به جای اینکه مثل خر مشمعمد بشیم فقط راه بریم و نقشه بریزیم. مثلا میگم که من از اونجا میرم. خیلی خوب یا علی. بسم الله. چندلر احمق. نگاه کن رفت رو درخت. خیلی خوب من اومدم بالای درخت و مثل سگم از ارتفاع میترسم ولی به جاش منظره خوبی دارم. اونا یه جایی این نزدیکان حسشون میکنم. اول فضای بازو میگردیم مثل جنگلا. هی اونجا رو یکی داره میدوه. نمیدونم کیه، بیا بریم ببینیم. فکر کنم دختره. رفت اونجا. یکی اونجاست. اونه. تخت کی اونجاست؟ این خونه کوچیک و زیباست. یه صداهایی میشنوم. نه چرا نفست بند اومده؟ من خیلی متاسفم. ببخشید. 20 دقیقه فرصت داشتی رفتی مثل اسکولا یه جا قایم شدی. خب من اولین نفرم. پاشو بریم زندان. باشه بریم. خوش آمدی به زندان. ببخشید نمیخواستم اینقدر زود پیدات کنم. تو تنها دلیل بدبخت کردن این دختری. حاضری بقیه‌رم بدبخت کنی؟ آره. توجه به کارف به گاو و بقیه‌تون موندن. 9 تا دیگه. یعقوب سراغ تو هم میایم الان. به کارو پیدا کردن اونم تو 5 دقیقه. 9 تا دیگه موندن و منم جزوشونم، پس یعنی کارم خوب بوده. بکابی از تنها دختر دیگه بهتر باش. من گشنمه. من 5 تا پیتزا میخواستم. بابا این چرا اینجوریه؟ تو ویدیو قبلی هم غذا سفارش داد. یه درخت بلندتر پیدا کردم. کارد اینجا بوده. میدونی از کجا فهمیدم؟ این گردنبند طرح BTS، اینم DVD عمو پورنگ. هی کارد بچه سال. بیادبا. میخوایم CD تو به صراط مستقیم تبدیل با کنیم. پولی که میبرم بازم میخوام. یعنی میگه اشکال نداره CD عمو پورنگ در ملاقات با خانواده رابینسون رو بندازم تو جوب؟ لعنت کنید. عمو پورنگ در ملاقات با خانواده رابینسون رو من تا حالا ندیدم. پول دستم بیاد بعد میخرم. هی کارل یه بار دیگه واکنشتو نشون بده. دوربینمون ضبط نکنه که بفهمید کجا هستم. آره. تو خیلی باهوشی پسر کوچولو. Let's go. امیدوارم اونا همه این نسخه‌های من از ملاقات با رابینسونا رو خراب نکرده باشن. ملاقات تو نه، ملاقات عمو پورنگ احمق. خب راستشو بخواین مداد رنگیام شکسته و برای گرفتن مداد رنگی جدید هیجان زدم. از این بابت خیلی ناراحتم. داره با هم بازی میکنه. لازمه برم. حاجی دارم یاد د والکینگ دد میافتم. قطعه به یقین یه نفر اینجا هست. مناطق بلک اوپس. خیلی خوب. کسی رو دیدی؟ سلام. درود. عجیبه که کسی اینجا نیست. واقعا جای خوبیه ها. میشه کل منطقه رو از اینجا دید ولی کسی رو نمیبینم. سلام علیک. رسیدین؟ آره من دارم میام. واسه یه رد گم کنی اینو میذارم.
اصلا پیک پیتزا یا پیک غذا تو اون جنگل خراب شده میاد. وای متشکرم از شما، مرسی. کریس اون کیه؟ چی؟ لعنتی پیتزا سفارش داده. گرفتی ما رو؟ تو رو خدا نگاش کن، مثلا داره مخفی کاری میکنه. نگاه این خنده دارترین چیزی بودش که امروز دیدم. طرف میره پیتزا سفارش میده، بعد تحویلش میگیره و همونطوری میره قایم میشه، همون شکلی. This is pizza. واو. احساست چیه شرکت کننده نیستی و پولی نمیبری؟ یه برنده چون نمیتونم ببازم. البته شوخی کردم، هر کسی که بگیری 1000 تا کاسبی. خوبه. جیمی گفت در ازای هر یه نفری که پیدا میکنم $1000 میگیرم. فقط این بار. کریس من میرم یه جایی، نمیدونم کی پیتزا خریده ولی هر کس خریده یه دونه‌شو گذاشته اینجا. نمیدونم خالیه یا یه دونه‌ش واقعا و به من شاید چی؟ میخواد رد کنه معلوم نیست. ایده ندارم. بفرمایید پیتزا رایگان. کوله پشتیتون رو بردارین، زیپ دومش رو باز کنید و هر چیزی که گذاشتیم توش بخورین و لذت ببرین. ببینیم چیه. اوه این تنقلات اسکوبیدوه. دوبیدو خیلی کمان. هیچ جای شکممون نمیده. در ورودی رو ببند و یه سیلی احمقانه به من بزن. ما استک اسکوبیدو گرفتیم. دارم میان. گیر افتادم تمومه. ببین تک تکشون رو پیدا میکنم، همه پول جهازمو از این مسابقه در میارم. بن پشت اون درخت سمت چپ نوشته دوربین بن، دقیقاً کنار بنه. ببین تک تکشون رو پیدا میکنم، همه پول جهازمو از این مسابقه در میارم. ای راستی من پسرم اصلا جهاز نمیخوام. الان میخوای عزیزم، الان میخوای. ببین اگه چشای قدیممو داشتم الان نصفشون رو پیدا کردم. آره. چی به چی میخندی تو؟ نه بابا. نمیدونم، معمولا به شوخیای من کسی نمیخنده. باورم نمیشه چطور منو ندیدن. اوه اینجا واقعا جای خوبی برای قایم شدنه. میگه کریس دقیقاً همینجاست، اونم وایکینگه اونجا خوابیده. چطور منو ندید؟ کودی پیداش کرد. هی سلام. من یه صدایی شنیدم که اومدم اینجا. من از تو گوزیدم. بود. میدونستم عوارضش رو گوش نیست، یعنی واقعا به خاطر گوز بود. آره. من کودی رو پیدا کردم، وقتی این اطراف قدم میزدم گوزید و اومدم سمتش. دستبند ندارم ولی دارم میفرستمت زندان. اونجا میتونی با بکا صحبت کنی، اونم 60 گرند از دست داده. شرمنده پیدات کردم ولی بعد روز بقیه هم خراب موفق کنم. باشی. اونور کسی رو پیدا نکردم. تو کدی رو پیدا کردی؟ آره. من کودی رو اونجا پیدا کردم. سرجی خوب. چی بود؟ حاجی به خدا مرتیک روانیه بود. نمیدونم کی هستی یا کی بودی ولی تو رو محاصره کردیم. چقدر مبلمان اینجاست. شنیدم یکی جیغ زد. تو بمیری چندلر. تایلره که جیمی مردی. ای خدا. جدی پیداش کردی؟ تایلر چرا جیغ زدی؟ سوس که بالدار دیدم. باشه حتما تو هم بودی که پیتزا گرفتی. یس واسش کلی دویدم. کریس داره میترکونه، کلی از شما رو اون پیدا کرده و تصمیم داره که بدبختتون کنه. ای والله. دارم کردی مرد. حالا پاشو بریم زندان. خیلی نزدیک بود. من فکر کردم این کثافت جیغ زده. دوست جدیدتون تایلر و بالاخره نفر سومم گرفتیم بچه‌ها. وای تایلر تو عوض شدی، فکر میکردم بهتر از اینا باشی. کی گفته؟ خب بیشوخی 3 نفر گرفته شده و 7 نفر موندم. میایم سراغتون. همتون گوش بدین. 6 نفر وایسادن که نمیذارن تو بیای و 60,000 تا رو برنده بشی. به نظرم عقب نشینی کن و زمانو هدر نده. جکو یعقوب دقیقا کنار من بودم. بابا یعقوب کیه؟ من نمیفهمم یعقوب کیه؟ جکو یعقوب دقیقا کنار من بودم ولی اونا منو پیدا کردن. ما سه تا یه جا بودیم ولی فقط تایلر رو گرفتن. به خدا که نفر بعدی خودمم. من خیلی شانسم ریده است، خودتون که میدونید. میخوام برم بیرون یه سر گوشی آب بدم، خیلی وقته که اینجام. خیلی خوب اومدم بیرون. رفیق مری بفرما نوش جونت. اوه خدای من، آره ممنونم. اوه خدای من. نفس برام نموند. خیلی خوب چالش داریم. 50 فوت از جایی که هستین بعد حرکت کنید و بیاید یه جای دیگه قایم بشین. برام مهم نیست چه جوری حرکت میکنید و کجا میرین، من نگاهتون میکنم. 10 دقیقه هم فرصت دارم واسه انجام این کار. مخاطب گرامی لایک کردن فراموش نشه. 100%. 50 فوت؟ چندلر مردی؟ نمیتونی همونجور که رفتی بالا بیای پایین؟ نه بابا فقط 10 دقیقه طول میکشه بیام پایین. خب بپر من میگیرمت. جا به این خوبی پیدا کردم، اون وقت میگن باید برم یه جا دیگه. واقعا جاش خوبه، حالا جاش شوخی اندام فکر میکنم واقعا خوبه. یه مخفیگاه زیر خونم. خیلی خوب حرکت بکنن. کریس بپا. شنیدی؟ بله شنیدم. به قرآن یکی اینجاست. هر کسی بیا بیرون، نمیخورمت. یکی اینجاست.
کریس زیر خونه نیست، پس به کجوان بده نمره 20. خوابم میاد نمیتونم شوخی‌ها رو بگیرم. ساعت 6 روه. از اون پشت دیدمون بهتر میشه. بیاین. کریس بابا یه چیز پیدا کردم. بیا. به جان جد نداره یه چیز دیدم. همونجا بیا. دیدمشون. وقت پاکسازیه. آقا یکی یا دو نفرتون رویت شده. هر کی از این فرار کنید. بچه‌ها ما رو دیدن، ما رو پیدا کردن. بعد از اینجا فرار کنیم. زود باشین. سرش آوردش جلو من. بیا دیدمش. اون بدله. داره میدوه. چرا؟ مری لیزا اینجاست. آقا گرگم به هوا نیستش که فرار میکنی. دیدیمتون. تو منو گرفتی جیمی، خدا لعنتت کنه. دستات به بالا. همون گوشه وایسا میام. همینجاست. کسیو دیدی؟ میتونه بره داخل خونه. او خدای من این چی بود؟ ای صدای کی بود؟ رو مرغ لاستیکی. گرفتمت، فرار نکن. ای من گرفتمت. متاسفم. اشکالی نداره. کریس $1000 به خاطر پیدا کردنش به دست آوردی. اگه بگه که چندلر کجاست بهش این پولو میدی؟ تاریخ چی دیدی؟ نه کسی رو ندیدم که. وایسا. کجا میری؟ ای خدا. تو فقط به دوربین نگاه کن. من میگردم. برام سوال شد بدونم که تاریخ چجوری بهت گفته که یه نفر اونجاست. میکش تا بناگوش باز شده دیگه نتونست به من نگاه کنه. فکر کنم یعقوب اونا. فکر کنم یعقوب پیدا کرد. هر کسی نمیدونه ولی توسط من و کریس محاصره شدی. لعنتی من تازه کریس رو دیدم. جیکوب یعقوب شاید نه. لعنتی ازت متنفرم. ببخشید من شرمنده‌ام. چرا باید با من این کارو بکنی؟ یعقوب پیدا شد. فکر کنم این یعقوب بود. متاسفم مامان. رفیق پیروزی از آن من است. دلار پول داره میاد تو حساب. تو کار درسته کریس. بفرمایید زندان. این بار نتونستم اساسین خوبی باشم، باختم. از خودم انتظار بهتری داشتم. من کوچکترین فرد اینجا. یه اعلامیه مهم دارم. همتون باختین. مهمتر از حرف تو اینه که کریس جان ما 6 نفر گرفتیم و 4 نفر مونده. توجه کنید که 6 نفر گرفته شد و 4 نفر هنوز مونده. از دست مس سرویس ندارید امان. برید ببینید ویدیوهای کجوان. آره دیگه اینو 2 بار گوش کن. سوسماس. خیلی خوب، یه جایی رو پیدا کردم. توی تنه درختم. اینجا پایان کار چندلر هست. خیلی خوب ما از این طرف میریم. خیلی خوب من تو خونم. به عقلشونم نمیرسه. خب جایی برای قایم شدن نیست. بدبخت شدی عزیزم. من زیر یه تخت قایم شدم. من برنده میشم. من 60,000 تا و حلقه صورتی رو برنده میشم. خیلی عذر میخوام. حلقه صورتی چیه؟ منظورش حلقه هود صورتی چیه؟ برگاه میتونم صدای فدل رو بشنوم. اونو اینجان. چقدر میدی کارلو لو بدم؟ جای کارلو بگیم بهتون 1000 تا میدم. خب اون دقیقا تو اون خونه جلویی. کارل برای که خبر بد دارم. 30 ثانیه وقت داری که فرار کنی. پیدات کردیم. 1 آدم فروش 2 3 4 5 6 وایسا نامردیه و بزنیم بره. اونا از من بدشون میان. خیلی آدم فروشن. میرم به مامانم بگم. تاکید میکنم قبلا از نولان بدشون میارن، از تو بدشون میاد. 4 3 2 1 کارل پیداش کردی. خیلی وقت رفته. کجاست؟ وایسا کجایه؟ داره فیس تایم میگیره. هی چطوری؟ اون چیه پشت سرت؟ هیچی. میدونم کجاست. بگی به سمت آسمون بتونی پیداش کنی. اون ابر اونجا رو میبینی؟ همون خطیه. ببین اون خط دقیقاً همونجاست. نگاه کن. آره بعد رفته باشه همونجا و بریم سراغش. همون پشته. بریم دوستمون رو پیدا کنیم. میخوام تست کنم ببینم کارل تو این منطقه هست یا نه. عمو پورنگ در ملاقات با خانواده رامینستون بولشته. اون یه اثر مفتزله. نتونه چیزی بگه چون دقیقاً همینجاست. داشت فشار میخورد بچه از عمو پورنگ داشت حرف میزد. احتمالاً از اون ور رفته جنگل و دور زده. فکر کنم از اون خونه اصلا صدای خاصی در نیومده بود. یه نفر رفته توی ساختمون. ما پیدات میکنیم. چرا قوه؟ اجازه نده فرار کنن. واسه ببینم چی؟ یکی دارم میبینم. کی تو؟ جیمی وایکینگ. بیا بیرون ببینم. چجوری جا شدی؟ دوستان گرامی چندلر رو گرفتیم. انتظار بهتری داشتم. بذار ببینم چی میگم بقیه. میدونم چندلر رو نگرفتیم. در مورد چی صحبت میکنی؟ شنیدین که چی گفت؟ با منظور گفتش که انتظار بیشتری از چندلر دارم چون که من هنوز پیدا نشدم. یه جایی از بدنش سوخته. آره چندلر رو پیدا نکردیم ولی واکنشاتون خدا بودش. ولی واقعا قبول دارم چون چندلر رو پیدا نکرده واقعا سوخته. چندلر رو متنفرید ازش. نظر لطفتونه بچه‌ها. ممنونم. باشه بیا بریم زندان. یه غول دوست داشتنی براتون آوردیم. خیلی خب 7 نفر رو گرفتیم و 3 نفر فقط مونده که اصل کاری هم فقط موندن. کارل، چندلر و بن.
شما 3 نفر برای 60,000 دلار دارین رقابت میکنین بچه‌ها. موفق باشین ولی یادتون نره که 60,000 تا فقط واسه یکیتون میشه، ولی این پیتزا واسه خودم میشه. جیک وایکینگو تازه پیدا کردن حاجی، یعنی فقط 3 نفر موندیم. تا الان کارم فوق العاده بوده، ان شاءالله که من برنده میشم. حدسم میزنم خودش برنده بشه، چون بهترین جا رو خودش انتخاب کرده و فکر نکنم هیچ کدومشون بالا رو نگاه بکنه. رسیدیم به شب و فضا کاملا تاریکه. البته که اینجا قوی ترین چراغ قوه دنیا رو داریم. به حسابون هلو و گودنایت به شرکت کنندگان عزیز. از جایی که از این 100 فوت دور بشین و یه جا دیگه قایم بشین. برام مهم نیست که کجایین. البته که مهمه. ما قراره کل محدوده رو دور بزنیم. چالشه پیش روتون هم محدود کردن مکاناتشون که فضا خیلی بزرگه و شما فقط 3 نفرین. این توف به ذاتشون جام خیلی خوب بود. واقعا قبول دارم. بدبخت دو بار جای خوب پیدا کرد. به معنای واقعی یه کلمه الان وسط نقشه دراز کشیدم و چسبیدم به یه خونه، ولی خیلی خوب مخفی شدم. عمرن منو پیدا کنن. یه نور ضعیفی میبینم. آره یه نور خیلی ضعیفه. تا میبینی؟ آره میبینمش. کریس اونجا خاموش کرد. داریم میایم اونجا. آدم خوششانس. خیلی ترسناکه. فضا کیپ هاوس لست 2. حس میکنم دارم یه بازی ترسناک بازی میکنم. واقعا ترسناکه. این سکانسی که دارم فیلم میگیرم واقعا ترسناکه. همونجا وایسا، من میرم تو. هر کی هستی بیا بیرون. ای بابا، یا عیسی مسیح مقدس. واقعا جای خوبی برای مخفی شدن بودش. من نمیدونم چرا. این چیه؟ چندلر؟ داداش کی شما؟ وای چندلر، 2 بار بهترین جای زندگیت قایم شده، هیچ وقت این جایی قایم نشده بودی. بعد من جلوی در خوابیدی؟ چرا تو آخه بابا؟ عذر میخوام. اگه جامو عوض نمی‌کردم پیدا نمی‌شدم. خیلی خوب قایم شده بودی. بالای درخت بودم. خدای تو بودی؟ آره. بهت گفتم یکی رو درخته. الان یه مشکلی داریم. 2 نفر موندن که یکیشون بنه، یکیشون هم کارله. همه میدونن که کریس واقعا کارلو دوست داره. نه حالم ازش به هم میخوره، جورو باش بو میده. من میخوام یکی دیگه به جای کریس بره کارلو بگیری. اگه کریس میگیره بعد یکی همراه کریس باشه. راست میگم، ممکنه یه حرکتی رو کارل بزنه. از اونجایی هم که این بچه بازه و لو رفته، به خاطر این خیلی مهمه که با یکی بره. خیلی خوب، بهت اعتماد دارم پسر جان. یه بخشی از من دیگه نمیخواد بازی کنه. دلم میخواد برم با بچه‌ها باشم، باشون خوشوبش کنم. من ماندم تنها بودن یا نبودن. با اندازه کافی لالای درخت‌ها رو نگشتیم ها. اسم میکنم یکی اونجاست. تو هم دیدی؟ ما یکی رو پیدا کردیم. واگه یا کیکه؟ فکر کنم داره شوخی میکنه. آخه کیو پیدا کرده؟ بن یا کارل؟ بن بابا. کریس کارلو لو نمیده، بین خودمون. اوه نه. این کیه؟ اوه نه. کارل. کارل. ای وای، ناراحتم. باید یکی رو بغل کنم لطفا. کارل برادر پیداش کردیم. 60,000 تا رو باختی. ولی به جاش CD همون پولن گیرت اومد دوباره. من متاسفم کار. ببخشید. خبرهای بسیاری براتون داریم. شما الان 8 نفرین. 1 نفر رو پیدا کردیم. به نظرتون کیه؟ بن یا کارل؟ نظرتون رو بگین. بن. کارل. بن. اوکی، پس میگیم بن رو پیدا کردیم. باشه بیا. بچه سال باخت بچه‌ها. بچه سال. چرا اینقدر غمگین شده؟ نمیفهم. بن آخرین نفر شدی، یعنی برنده شدی و میتونی برگردی بیا پیش ما. یا جد سادات. خیلی خوب، 60,000 تا منتظرته. میتونی برگردی و بیای ببریش. بودو بیا، پولت منتظرته. بابا آفرین بهت، آفرین. تو این مسابقه همه زحمت کشتن و سختی کشتن و بیدار موندن، ولی تنها کسی که آخر موندش تویی. پس تو برنده شدی. خسته نباشی. شما هم خسته نباشین ها، ولی شما لایک و کامنت و ساب کردن کانال کشفان فراموشتون نشه. واقعا متشکرم مستر بیست. نوشته سابسکرایب کنید وگرنه اکانت ماینکرافتتون رو حذف میکنم. چنل لیاقت برنده شدن داشت، غیر از اون حرکتی که آخر انجام داد و واقعا گند زد به همه چی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر ویدیوهای قایم موشک بوز هم میخواید، پارت قبلی همین ویدیو مستر بیسته، همین الان برید تو دیسکریپشن اولین لینک رو بزنید برید داخل اون ویدیو. تا ویدیو بعدی خداحافظ. لایک و سابسکرایب یاد